چی قدر که یقینت سخت شود همین قدر از دنیا دور میشی. چی قدر که یقینت که کم شد همین قدر دنیا به غلام میشی. چی با پای دنیا میداود سگ بری؟ چی با پای دنیا سگ بری میداود؟ یقین نیست، ضعیف یقین. همین به ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میگوید که الیقین و الایمان کلو. یقین هم یمین ایمان. یقین چی بوده است؟ یعنی هم یمین ایمان. یقین ایمان است. معنای این قول چی؟ الایمان و یقین و کلو. معنای این قول که یعنی نه که فقط یعنی ایمان قلبنده، نه، همه ایمان که قلبنده با قوت که میشن خلاص اعضای بدن انسان غیر از آخرت دیگه چیز طلب نمیکنه. آدم وقتی که یک چیز میشد که میجازش، یک چیز میخوره، یک چیز دلش نمیکشد، این فقط دلش محبت الله کته این چی میشد، یعنی سیر میشد. همین به حسن البصری رحمه الله میگفت که ما طلب الجنة الا بالیقین وما هرب من النار الا بالیقین وما ادیت الفرائض الا بالیقین وما صبر على الحق الا بالیقین. یعنی جنت طلب کردن فقط به جنت به یقین میشه. یقین که نه جنت دایبه در کار نه. خیر الله هم با جنت یعنی چل اگر حقیقی قولتند صادق باشی تو چی میشه؟ اپای جنت طلب میکنی، به علم و عمل طلب میکنی. اگر یقین نباشد از دوزخ نمیگریزد. فرض برای چی ادا میکند؟ به یقین. حق به صبر میکند. چی به حق به صبر میکند؟ میدوند که نمی به ضرر میشد چی میشد، لیکن صبر میکند. چی به یقین. ایمان یقین است. اگر ایمان یقین که نه کم تر فتنه دید مباشرتا از همه چیز رو میگردند و گریخته میبرود. نه معناش ایمان نیست، یقین نیست. هم به سفیان ثوری رحمت الله علیه میگوید که درباره یقین میگوید لو میگوید ان الیقین وقع فی القلب کما ینبغی لطارت القلوب اشتیاقا الى الجنة و خوفا من النار. اگر میگوید یقین دل به همین خیلی که لایق به شکل لایق دل به اگر یقین دراید، دل به یقین جا شود، همین ایمان دلت به جا کنی اگر وای دلها چه را نمیرد، میپرد جنت به از دوزخ پریده میگریزد. یعنی فهمدید؟ ایدان چی میشد؟ یعنی این چیزا همش از چیزی که همین به واسطه علمی که میگیری دل به جا میکنی، همین علم رفته یقین به میگردد و چی میشه تو یعنی مثل که آدمو غم و هم و یعنی چی وای مثل سگ برین از قفای دنیا داویده گشته است. تو چی یعنی اما وقتی که هم ابن القیم چی میگوید وقتی که این مثلا از گرسنگی میترسد، این از کم بغلی میترسد، این از مشکل میترسد، این غم، این هم، اما همینه که دلشند علم و ایمان و یقین است، از خرسندی چی دل گویا که جاشن نسبت رقص میکند. یعنی میگوید یعنی فهمدید؟ دل چی میکند؟ یعنی این حالا که مثلا کم بغل یک چیزش نه، لیکن دل آرام. برای چه؟ دل پر علم و ایمان و یقین. همین معناش که یعنی رسول صلی الله علیه و آله خوردن نوشیدن به حاجت ندارد. یعنی خوردن نوشیدن به چه؟ حاجتش نه علیه الصلاة والسلام. این معنای چی وای؟ همین به معنای یقین. همین به لقمان الحکیم رضی الله عنه میگوید که کلما قوی الیقین قوی العمل و کلما ضعف الیقین ضعف العمل. هر باره که یقین با قوت میشد عمل با قوت میشد. هر باره که یقین ضعیف میشد عمل ضعیف میشد. فهمیدید؟ همش این چه؟ از یقین. همش از یقین. این معنای چی بود؟ یعنی معنای یقین بود. همین به یقین این از صفت مؤمن ها شک ندارد. هم به یعنی این نما از عادات الحصر
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. یعنی فقط مؤمن ها، فقط مؤمن همونه که الله و رسول به ایمان آورده سونی شک نکرد، شکش نیوینده. دیدید شک نیست، مؤمن شک ندارد، اما شک این فقط منافق صفتش. هم به الله سبحانه و تعالی میگه که انما يستأذنك الذين كفروا بالله وباليوم الآخر، كفروا بالله واليوم الآخر، نعم، وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. نعم، یعنی منافقای صفتش میگه که چی دارد؟ دل وایغا پور شک، همین شک شنده تاب میخوره. یک نقد شد نقد میشد، کمتر بدی شد چه روشه میگردوند از اسلام. همین بیان این صفت شک و صفت ضعیفی، این صفت منافقا سبحانه و تعالی سوره حج اند میگه که و من الناس من یعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. یعنی آدم های بدست که آدم های هایی که میگه رب العالمین سوره حج اند این توید آدم های هایی که علی حرف، یعنی یک چیز لب میگیم، چی میگیم؟ یعنی یک چیز لبشان دایم، یعنی آخران ده میستد نمیرد یک جوبه. عبادت الله تعالی همین رویکی، یعنی لبنده سوده عبادت میکرد. اگر یک نیکی شد، تنجی، امانی، خیری، پری، خرسندی، مطمئن، آرام، آرامانه عبادت میکرد. کمتر فتنه شد، اختبار شد، یک سختی شد، یک خطر شد، گرسنگی شد، تشنگی شد، سختی شد، یک مصیبت اومد، یک خطر شد، یک میترسیدگی چیز شد، انقلب علی وجهه، یکصد بگم که 120 گرادس میگرد، یعنی 80 نه 120 گرادس میگرد، یعنی قفوبه میگرد یک باره، یعنی قفوبه میگرد 180 میگردند، یعنی مباشرتا از دین روشه میگردند. تمام چیزی که بود یعنی چه روشه میگردند. چی به؟ چی به؟ چی به؟ میگوید که یعنی گویا که چی؟ از خسارت میترسم، میگه یعنی من بیاد تینجی در کار، خودم خسارت به زیان بناندازم، زیان بناندازم، مولمای، ملکمای، شتورمای، خرمای، اسبمای، تیلومای، نقرمای، تجارتمای، بیع و شرامای، همینای تینجی کنم چه میگیرد. گویا که با این که خودش به چی گرفت وای از زیانکاری خودش آزاد کرد. لیکن هیهات لیکن خطا میکنه به این کارات. لیکن الله سبحانه و تعالی که خالقی که وای میدوند چی ضرر و چی فایده، میگه که این بنده انمین کارش کرده چه دنیای آخرت چه خسارت به اندازونده. بنده دنیای آخرت چه چیکار کردین؟ نه خسارت کردین. انمی میگه یعنی ذالک هو الخسران المبین. حقیقی خسارت، حقیقی آسیب و زیان و ضرر انمین کارش. انمین کارش انمین یعنی چی زیان کاری به همین که یعنی جای هم دنیاشو هم آخرتش از دست داد. بنده هم به انسان دائم یعنی چی میشه؟ یعنی یقین. وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هم اهل علم میگفتن که من اعطي الصبر واليقين جعله الله اماما في الدين. فهمتید؟ اذن لابد یقین. علمین که رسول صلی الله علیه و آله و سلم نگرید با وجود همین یقین و ایمان، نعم، یعنی چی؟ نه از گرسنگی می نگرد، نه از تشنگی، یگان چیز حاصل برای که چی؟ دل پر، دل چی پر. هم به چی میگوید علیه السلام؟ میگوید که قوم یا بلال. شیخ الاسلام فوایدان میگوید که رسول صلی الله علیه و سلم چی میگوید؟ میگوید که قوم یا بلال، نعم، فارحنا بالصلاه و اما الذي حرم عن اليقين
فلسان حاله يقول قم فأرحنا عن الصلاة. یعنی وقتی که دل رسول صلی الله علیه و سلم صحابه ها پوری یقین بود چی میگفتن؟ خیز بلال مویا با نماز راحت کنن، نماز اند راحت میابیم، لذت شیرینی میابیم. لیکن همینه که یقینش نه چی میگود؟ یعنی خیز تیسرم نماز خونیم رفته، یعنی یک راحت کنیم، یک دم گیریم، یک استراحت کنیم. ها گویا که نماز این به چیه؟ یک مصیبت. ها دیگه فرق. رسول صلی الله علیه و سلم میگه ما نماز اند لذت، یعنی نماز، عبادت، طلب علم، همین چیزا اند ما چه لذت و راحت میابیم. لیکن اینه که یقینش نه این چیزا برای همین خیلی وازمین هم تیزتر هم نماز خونیم، عبادت کنیم، تو رفته پای یک راحت کنیم. فهمیدید یعنی دیدید یقین چخیل مثلا چخیل تاثیرش یعنی همین چه معناش علم. همین به ابن القیم رحمه الله چنده مفتاح دار سعادت اند میگوید که الفرق میگوید بین اهل العلم بین العلماء بین من يعلم و بین من لا يعلم كالفرق بین اهل النار و اهل الجنه. دلیل در کار دلیل قول الله سبحانه و تعالی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یعنی اهل علم اهل جهل برابر شده میتونند؟ دیگه آیتان چی میگوید؟ لا يستوي اصحاب النار و اصحاب الجنه. یعنی اصحاب جنت و اصحاب نار برابر شده نمیتونند. دیگه خیلی اصحاب نار و اصحاب الجنه فرقشون مثل اهل علم غیر اهل علم بوده است. یعنی فرق بین هر دو همین خیلی چیز میشه. یعنی همین خیلی نه همین به الله سبحانه و تعالی سوره بقره اند دو جاشنده چی گفت؟ همین هایی که از علم رو گردونند و به علمند جهل چی گفت؟ یعنی سم بکم عمی گفت. باید چی گفت؟ چی گفت؟ کور کار گم. دیگه جا میری به علم، جا میری به علم. دید همش یعنی چی میشه؟ یعنی این چیز خیرات همش چنده علمنده، همش علمنده. یعنی به علم یک کار کردن نمیتونی. هم به فضل علم، یعنی یکمین شروط لا اله الا الله حتی علم. حتى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط. علم. فهمدید این چی میشه؟ یعنی علم. همین به حدیث ابو دردا حدیث صحیح اند اومده که رسول صلی الله علیه و سلم چی میگوید؟ همین حدیث طویل اند و ان الملائکه لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم. یعنی فرشته ها همین طالبای علم بینند، فرشته ها چیکار میکنند؟ یعنی قناتش نمیکشویند. والله بالله تالله این چیز حق، این چیز حق، این چیز رسول صلی الله علیه و آله خودش نمیگوید، این چیز الله تعالی که فرشته های خلق کرده همین میفرستوند، همین گفته استفاده است. یعنی همین طلب علمنده که دید قرآن و حدیث های رسول صلی الله علیه و آله خوندگی دید فرشته ها اومده چه قناتاش نمیکشوید. ابن ابی حاتم رحمه الله از ابن ابی اویس ابن ابی اویس جیانی امام مالک بچه خواهر امام مالک از تقایش، یعنی ابن ابی اویس اگر جیانی مالک باشد مالک که میشد این به تقاش میشد. از مالک روایت میکند که میگوید که یعنی معناش قناتش چخیل میموند، میگوید که ای یدعون یعنی یفتحون اجنحتهم بالدعاء لهم بدلا عن الایدی. ما وقتی که دعا میکنیم چیکار میکنیم؟ فرشته ها با قناتاشون دعا میکنن. والله دنیا تا تی که این اجر این درجه با حاصل شده نمیتونه. دنیای دنیون ده بودگی تلای نقره تی که یک تا فرشته اومده تو این داخل دعا نمیکنه. لیکن طلب علمنده خودش فرشته ها اومده از بالا تا آسمان جمع شده قنات چک شده حقیقت دعا میکنه. تو چه خودت این حق خیر محروم میکنی؟ فهمید؟ نعم علمین به اذن چی میشد؟ یعنی نعم همین به این چیز حق، همین به نعم یعنی اعوذ بالله یعنی بعض خبیثا این نعم احمد ابن مروان المالکی رحمه الله صاحب کتاب مجالسه روایت کرده میگوید که یک روز اهل حدیث وقتی که حدیث خانه نزد شیخ برفته میستن، بعد همین عقلانی ها میگن که میگوید اهل حدیث ماشاءالله طالب علم میگوید پاتون نمونید که نواد قنات فرشته های نشکنید.
یعنی فرشته ها اگر قناتاش نکشوین یعنی زمیننده پودکت بود نشکن قنات چه میگود؟ میگود که راوی والله میگود لحظه نگذشته میگود دو پاش شال شده جاش بافتید میگود یعنی دو پاش اکور شال شد میگود جاش بافتیده مون میگود یعنی تو به حدیث بازی میکنی اعوذ بالله حدیث مسخره میکنی والله این حق فرشته و قناتاش نکشودن این حق چیزی اینا چی گفت؟ یعنی اگر یگون کس میگفت اینا رسول الله صلی الله علیه وسلم رب العالمین ما به نقل کرد نام دیدید ایدان یعنی هم این یقین سببش چی بوده یعنی به همین علم پیدا میشدگی چیز یعنی فهمیدید یا نفهمیدید ایدان معنای صحیحش چی باید یطعمونی و یسقینی ربی یعنی الله تعالی من چی دلمه یعنی بچی به همین خیرات و معرفتش به علم یعنی چی میکنه دل من پر میکنه فهمیدید حتی که چی من خوردن و نوشیدن و چی هم